میدونستین تو کریسمس فقط ترکی نمیخورن؟ بیا بریم دور دنیا ببینیم چه غذایی میخورن. بپر بریم. اینجا ایمو پلی. بچه‌ها چطورین؟ من اماد. منم محسن. سلام همه. سلام. براتون سورپرایز داریم. چه سورپرایزی؟ میخوایم تست کنیم چند تا غذای مختلف از چند تا کشور مختلف توی کریسمس. چقدر خوب. با هم دیگه میریم تست میکنیم. بریم؟ موافقی؟ بریم. اماد جان. این غذای اولیه. خب بازی میدونی چه جوری باید بکنی؟ نه. خب 5 تا غذا میادش که داورا برامون درست کردن. مرسی داورا. خب مرسی. خب. ما باید حدس بزنیم که از کدوم کشور این غذا رو برای کریسمس میخورن. آقا نمیخوای اینو بپزن؟ این چیه؟ نه اینو. اینو؟ آره. میریم سراغ اولین غذا. اسم این غذا چیه بچه‌ها؟ میشه به ما بگین؟ ربلک؟ من نشفته بودم اینجا. خب بیا حالا بخوریم ببینیم چی هست. اوکی تست کنیم. آره فقط این که شما بفرمایید. شما اول تست کن. من اصلا این سلمون دوست ندارم. بی خود ادا در نیار. نه دوست دارم و باید سرخ بشه بخوریم. خب این مثل سوشی ماننده. حالا یه کن. نه ببین که چطوره. نه بخور شاید خوشت بیاد این. بابا اصلا تجربهش هم برای من دردناکه. من تروب میخورم. تروب؟ خب باید بخوری گرابلکس رو بخوری که ببینید چی هست. ببینیم چطوره دیگه. ببین من اصلا تا حالا بابا داورا خیلی روش کار کردن. خوشمزه است؟ خوشمزه. چطوره؟ خوشمزه است؟ دوست داشتم. ماما میو. ببین. خب خیلی خوشمزه بود. خوب بوده؟ سسش دوست داشتم. باشه پس بچه‌ها گزینه‌ها رو بگین که ببینیم که کدوم کشوره. فرانسه، سوئد، پاناما. اماد. فرانسه. نه. خب 2 تا میمونه دیگه. پاناما. نه. هر دو باختین. جواب درست سوئد بود. اوکی. سوئد آخه خیلی جالب بود. ولی داشتم فکر میکردم سوئد یکی از غذاهای محبوبش همون ماهیه. چجوری نتونستیم حدس بزنیم؟ خوش به حالشون. ولی آیکیا هم داره. آیکیا داشتش این غذا رو؟ نمیدونم. منم ندیدم. نه من ندیده بودم. بریم حالا بازی بعدی. خب این بازی چیه بچه‌ها؟ اسمش هست دلمه کلم. کابیج رول. واو. اوکی تست می‌کنیم ببینیم چه جوریه. ببینیم چطوریه. دستم دل شروع نشده هنوز. بخور اول ببین چطوره. خیلی خوشمزه است. خوشمزه؟ خیلی عالیه. من خیلی خوشم اومد. منم خوشم اومد. از قبلی هم بیشتر خوشم اومد. جدی؟ ببین خیلی چیز باحالی بود. یعنی قبلا توی جایی که ما بودیم این جای کلم مثلا برگمو استفاده می‌کرد. همون محتویاتو داره دیگه. یعنی خیلی فرقی نمی‌کنه. خیلی خوب. خیلی خوشمزه بود. بابا همه رو خوردی که بده منم بخورم. واو خیلی خوشمزه بود. من خیلی خوشم اومد. من دوست داشتم. خب بریم بازی. آره بچه‌ها بگن ببینیم مال کدوم کشوره. باشه. پس گزینه‌ها رو بگین لطفاً. رومانی، لبنان، چین. خب من رومانی. آفرین. تو چی می‌خواستی بگی؟ من واقعا می‌خواستم بگم لبنان. لبنان هم خوبه. آره میخورد به لبنان. بریم محل بعدی. بریم بعدی. راجع به کریسمس یه توضیح بده ببینیم اصلا خب حتما کریسمس روی 25 دیسمبره. اوکی. خب بعدن کریسمس جوری که هستش یه جشن مسیحی هستش که دور دنیا هم الان بیشتر کشورها جشن میگیرن. خیلی خوبه. خب میدونی چی کار میکنن؟ یه سانتا کلاس هستش که روی این سورتمه میشینه. سانتا کلاس میدونی چیه؟ آره. مثل بابا نوئل خودمون. خب رو سورتمه میشینه و گوز داره. با گوزناش دور دنیا میره. سخت کارش نه؟ گوزنا خسته میشه. بیچاره. ولی سانتا کلاس که خودش خسته نمیشه. خب میره دور دنیا برای بچه‌هایی که خوب بودن کادو میبره. حالا میدونی چه جوری میبره کادوها رو؟ از شومینه میره پایین. یکی خونه‌اش شومینه نداره. چه سوال خوبی کرد. کسی که شومینه نداره سانتا کلاس یه کلیت میگه بذارین جلوی درتون. کلیت
بله میذارین جلوی درمون، بعدم میگین سانتا کلاز این کلیدو استفاده کن، بیا تو خونمون کادو رو بذار و برو. تست کنی؟ بریم بالا، بریم جلو. بریم؟ سفته. نه خوشمزه به نظر میرسه. بچه‌ها اسم این غذا چیه؟ بوشم خیلی خوبه. کاریه گوشت بز. کاری گوشت بز. واو. این خیلی خوشمزه است. عالیه. نمیخوایم بگیم مال کدوم کشور؟ آره ببینیم کدوم کشوره. پس گزینه ها رو بگین. هند، جامائیکا، اندونزی. اما هند. نه اشتباه. جامائیکا. چقدر تو کارمو آسون‌تر میکنی. تو اول بری همیشه بهتره. آقا ولی درست اینا گفتی. رو منم فکر میکردم هنده، ولی تو گفتی هند نگرفتی، من گفتم بعدیش دیگه باید برم. من اگه بعدیو میزدم قطعا میگفتم اندونزی. بریم برای مسابقه بعدی. بازی قبلی هم تو بردی. نه من بردم باز دوباره. زبلی وای. این دفعه باید تو ببری ها. حالا شاید دوباره تو بردی. باشه. این چه بازیه دیگه؟ این چه غذاییه؟ این والا بچه‌ها این غذا چیه به ما بگین؟ KFCه. KFC؟ اینجا گذاشته بودن اصلا. KFC دوست دارم. مرغاشو دوست دارم. یعنی خوشمزه میزنه. یعنی یه کشور میره KFC برای کریسمس میخوره؟ شاید رسمشونه. چه رسمی؟ اوکی. بریم تست؟ بریم. تو ما کدومو بردارم؟ من فکر می‌کنم. حالا یه دونه‌شو بردار، کوچیکشو بخور. وای همیشه خوشمزه. خوشمزه است. سوخالی همیشه خوشمزه است به خدا. آره واقعا. سیب زمینیه یا سیب زمینی؟ سیب زمینی. نه؟ سیب زمینی یا سیب زمینی؟ سیب زمینی. خب بچه‌ها کدوم کشورا؟ به ما بگیم. آمریکا، برزیل، ژاپن. اما خدای خودت کمک کن. آمریکا؟ نه. بابا دیگه ژاپن؟ درست. نذاشتی اصلا من بزنم. این چی بوده؟ سری فرز نمیشه. این چجوری باز دوباره تونستش بزنه؟ آقا دیگه تو داشتی فکر میکردی. نه بابا x جانم؟ چی بود؟ آقا x چه خبره؟ جمله قشنگ. اما جان این چیه؟ من احتمال میدادم که ببازم. اینو گذاشتم. نه یه مورد دیگه ای هم هست. اونم بگم دوستا بدونم. بگو. طبق تماس تلفنی که چند دقیقه پیش من دریافت کردم، گوزن‌های سانتا اعتصاب کردم. آره. گفتن حقوقمون کمه، درآمد کمه، خرجا بالاست، ما دیگه نمیتونیم. منم برای اینکه بچه‌ها تو کل دنیا با این مشکل مواجه نباشن که کاده‌هاشون نگیرن، میخوام برم به سانتا کمک کنم. خوله این بچه. چه خوب. ولی میدونستی من بردم آخرین بازی رو؟ نه من بردم. تو بردی؟ تو نه تقلب کردی. اجازه بدین کلام منعقد شه. من آخر بازی رو شما مکس کردی و من برنده شدم. آدم استرن. اما جان این چیه؟ این احتمالاً رسم و رسوم یکی از کشوراست که ولی این دسره که. حالا بعد شاید دسر بخور. اوکی. این چی بود؟ نمی‌خواستم منم بگم همین. من برای جالب بود نه؟ انگشتره. چه قشنگ. خب ما جان بریم جلو. آره یه چاقو بهت بدم. مرسی. نصف کن. نصفش کن. از کجا؟ از اینجا خوبه؟ یه جایی ببر که انگشتره بیاد بیرون. چه گنده است. خیلی زیاد شد. بده من برات میذارم بفرما. خیلی زیاده. وای دوستان عزیز بفرمایید. واقعا شرمنده. بچه‌ها نگاه کن. شاید هوس توشون. کنید اینو شما بخواید بخورید. توشون چقدر قشنگه ولی. آره خیلی خوشگله. خیلی خوشگل درستش حس کردم. می‌کنی. بذار ببینم چیه. خب بچه‌ها به ما نمیگید این مال کدوم کشور، رسم کدوم کشور میتونه باشه؟ خیلی خوشمزه است. بذار اول بپرسیم این اسمش چیه هست؟ آره اسمش چیه چی هست این اسمش؟ یولاک. یولاک؟ لاش توتالندی داره. خیلی خوبه. خیلی خوشمزه. زیادم شیرین نیست. وانیلا هم هست. آره زیادم شیرین نیست. خوبه. جالبه. خب بچه‌ها این مال کدوم کشور است به ما بگید؟ فرانسه، ایران؟ سوئیس. آقا شیکه است. فرانسه. والا اگه با این ضربه‌ای که تو زدی اگه فرانسه نبود من خودم میگفتم تو برنده شی. عزیزم محکم زدی. من بردم فکر کنم. من بخاطر همین نتونستم جواب بدم. من بردم. اینو نگاه کن.
خوشگله. میشه من این حلقه رو دست تو کنم؟ نه من یه حلقه دارم. میخوای دست تو بکنم؟ نه منم دارم ولی نداشتم. خیلی خب بچه‌ها اینم از آخرین مسابقه امروزمون. بریم ببینیم کی برنده شده. دمت گرم. من دیگه میدونن آردی. من باید چیکار کنم؟ آقا چی میخواد؟ خب بچه‌ها خیلی عالی بود. خیلی خوش گذشت. برندمون هم که محسن شد. امیدوارم که بهتون خیلی خوش گذشته باشه. ولی دستتون درد نکنه بچه‌ها، خیلی برای ما گذاشتن و بردن و بچه‌های پشت صحنه. کار کردن. به افتخار بچه‌های پشت صحنه. کافیه. خب آقا ایشون برده، شما چه چیزی از ما میخواید؟ چه کاری، چه قانونی میخواید بر ما اجرا بکنید؟ بعد حکم بکنم یه چیزی رو. وای وای وای. من داشتم فکر میکردم چون آخه بیرونم پر از برفه سرتو بکنی تو برف. خجالت نمیکشی از موهای من برم کلام کنم تو برف؟ برای همین میخوام سرش بره تو برف. آقا اوکی باشه من قبول میکنم. پس بیا همینجا از بچه‌ها خدافظی کنیم. بگیم خدا. و اینکه کله من بره تو برف و آخر ویدیو براش. امیدوارم لذت برده باشین و مری کریسمس. مری کریسمس. خداحافظ همه. See you soon guys. خب سلام بچه‌ها چطورین؟ آقا ما اومدیم اون حکم رو ما اجرا کنیم. میخوام بریم اون بالا. کجا اون بالا؟ اون بالا حکم رو من اجرا کنم. بریم با هم دیگه اون بالا ببینیم چه خبره. خودمون بریم بچه‌ها. خودمون بریم. سر تو میخوای من اون بالا بکشی نه؟ آره. وای خدای من. تمومی. برسیم با اون بالا تمومی. تمومه. من چه بزرگتر از من توه. آقا هر کی به اندازه هیکلشه دیگه. فدای تو بشم. خب رسیدیم بالا دیگه. اما از این جلاد هستن جلاد. حاکم. خب بده کلا رو. بده واه. اینکو. هوا منفی 10 سر قشنگ درجه است. پایینا نشون بده به همه. کله الان یخ میزنه. 1 2 3 آفرین. اوه سرد بود؟ اوه خیلی یخ زدی؟ دیگه چیکار کنیم دیگه بردیم دیگه. یعنی یه دونه سوال اشتباه جواب دادن به جای مثلا فرانسه گفتم اندونزی یا هند باید برم تو برف. دیگه همینه. وای سر کله یخ. چی شو بچه‌ها؟ قربانتون. خداحافظ.